دولت قطر و کره جنوبی آماده هستند که تعدادی از شهروندان تاجیکستان را برای کار دعوت کنند. خدمات مهاجرت وزارت مهنت تاجیکستان با نشر یک اعلان شهروندان را برای کار در قطر دعوت کرده است. با اطلاع این نهاد، کار در بخش‌های چارواپروری، انبار ماشین‌ها و با تکنیکای آن خواهد بود. مزد معاش را وابسته به اختصاص از $600 آمریکایی بیشتر گفتند. بر علاوه تأکید می شود که کارفرما پول چیپته، روادید، جای خواب، خورد و خوراک، لباس کاری، خدمت رسانی طبی و کارت نقلیات را هم می دهد. با اطلاع منبع، شرط‌های اساسی دانستن زبان انگلیسی، نداشتن داغ سودی و سن و سال 20 تا 38 سال است. شهروندان کشور برای درخواست گذاشتن باید با شناسنامه خارجی و مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجرت مهنتی که در کوچه عینی 121 در شهر دوشنبه و مرکزهای ولایت‌ها جایگیر است مراجعت کنند. گپ تحکیم همکاری‌های تاجیکستان و قطر در بخش مهاجرت امسال پیدا نشده است. هنوز سال 2012 رسانه‌ها نوشته بودند که یک هیئت بلندپایه دولت قطر جهت بررسی لایحه سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت دولت قطر در مورد جلب متشکلانه و استفاده مهاجران مهنتی به تاجیکستان می آید. ماه فوریه سال 2019 نمایندگان تاجیکستان و قطر زیر سازشنامه همکاری امضا گذاشتند. ماه نوامبر سال روان باشد وزیر مهنت تاجیکستان و وزیر رشد اداری، مهنت و امور اجتماعی قطر مسئله های تنظیم سفر کارگران، ترتیب به قیدگیری، حجت گذاری، حفظ حقوقهای مهاجران مهنتی، شرط و شرایط و بدوباش داوطلبان در قطر را محاکمه کردند. مقامات تاجیکستان تلاش دارند راه مهاجران کاری تاجیک را همچنین به کره جنوبی هم هموار کنند. روز 31 اکتبر وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان از امضای سازشنامه نهایی برای فرستادن کارگران به کره جنوبی خبر داد. و اطلاع این نهاد گروه اول مهاجران را در اول سال 2025 می‌فرستند. منبع یکی از طلبات اساسی را دانستن زبان کره‌ای گفت. وزارت مهنت، مهاجرت و حفظ اجتماعی اهالی میگوید برای آموزش زبان کره‌ای و مهارت کسبی در مرکزهای خود در شهر و نواحی کشور شرایط فراهم آورده است و خواهشمندان می توانند به این مرکزها مراجعت کنند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در گذشته اینچنین از فرستادن شهروندان تاجیکستان به بریتانیای کبیر خبر داده بود. و اطلاع منبع سال 2022 383 شهروند تاجیکستان برای کار به بریتانیای کبیر فرستاده شدند. بر علاوه سالهای اخیر برخی شهروندان تاجیکستان تلاش میکنند برای پیدا کردن رزق و روزی مستقلانه بیرون از محدوده کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل بروند. سالهای طولانی شهروندان تاجیکستان برای دریافت کار روسیه را انتخاب میکردند. یک گروه هم به قزاقستان میرفت، اما گروه از مهاجران تاجیک شکایت میکردند که در روسیه پیوسته زیر فشار و تعقیب مقامات روسیه قرار میگیرند. کارشناسان میگویند روسیه از مهاجران کاری به عنوان فشار و فشنگ هم برای برآورده کردن خواسته های سیاسیش استفاده میکند. در سالهای اول مهاجرت کاری تاجیکان به روسیه مشکل اصلی تا سرها یا سکینخدها به حساب میرفت. دهها هموطن ما در پی حمله این گروه نژاد پرست جان باختند. یک زمان گویا وضع کمی بهتر شد، اما اخیراً مقامات روسیه اقدام‌هایی را راه اندازی می‌کنند که به نفع مهاجران کاری نیست. چند منطقه روسیه انجام دادن کارهایی را برای مهاجران منع کرد، از جمله تکثیرانی، تأمین نیروی برق، آب تأمین کنی، جمع آوری و کارکرد پرتو، ساحه‌های طبع و نشر، تهیه و تعمیر نرم افزارها، اجاره و لیزینگ، سیاحی، استحصال تجهیزات الکتریکی، تعمیر و منتج ماشین و تجهیزات و غیرها در برخی مناطق روسیه برای مهاجران اجازه داده نمی شود. در برابر این وکیلان دومه دولتی چند قانون را تصویب کردند که کار و زندگی مهاجران را دشوار می کند. سالانه هزارها مهاجر بدون شرح از این کشور اخراج کرده می شوند. بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین وضع مهاجران در روسیه سنگین تر شد. اگر شما هم در مهاجرت هستید لطفاً بنویسید که در کدام کشور قرار دارید و وضع کار و زندگیتان چه است.